دوستان خیلیا درباره پفک نمکی پرسیده بودن، میگن چرا از اون اصلیاش نمیاد؟ میگم اصلیا کدومه؟ میگه همونایی که شفاف بود داخلش پفکا دیده میشد. ببینید اون بسته‌بندی باعث میشد که قبل از اینکه تاریخش بگذره پفک نرم بشه، رطوبت بکشه و اون تازگی رو نشه باشه، یعنی فقط تاریخ تولیدای جدیدش خوشمزه بود. 2 ماه به بعد دیگه اون کیفیت رو از دست میداد، مخصوصا در شمال که هوا رطوبتیه و جنوب هم گرم و هم شرجیه. برای همین اینا اومدن بسته‌بندی رو متالایز کردن که مثل رقباشون تا روز آخر اون تازگی حفظ بشه. و دیگه اینکه قبلا یه چند سال پیش هم لوگو رو عوض کرده بودن و عکس لوگوشون یه خرگوشی بود و اون رو گذاشته بودن، اونجا استقبال نشد. این بار باز مجبورن که عوض کنن، چون برای اینکه اون حفظ تازگی. و این بسته‌بندی رو تقریبا نزدیک به همون بسته‌بندی قبل، فقط با بسته‌بندی متالایز تولید کردن. این نکته‌ایه که می‌خواستم بگم بهتون، به خاطر این دلیل که بسته‌بندی رو عوض کردن.